سلام، وقتتون بخیر. ما مجموعه بازرگانی ایتوک هستیم و من هادی روشن نفس، مسئول آیتی بازرگانی ایتوک هستم. ما 44 سال فعالیت میکنیم توی زمینه لوازم آرایشی، بهداشتی و شخصی. از این 44 سال 10 سالش روی 2 سایت داریم کار میکنیم، به صورت آنلاین فروش داریم، سایت iziba.com و سایت rishtarash.com. از این 10 سال 4 ماه هم هست که ما افتخار همکاری با دیجیکالا رو داریم و داریم با دیجیکالا فعالیت میکنیم. در کنار دیجیکالا با پلتفرم های دیگه هم فعالیت داریم، ولی خب دیجیکالا یه چیز دیگه است. خب اوایل کارمون ما با از طریق انبار دیجیکالا فعالیتمون رو شروع کردیم، یعنی ارسالمون از طریق انبار خود دیجیکالا بود و خب از طریق انبار خودمون ارسال میکردیم به انبار دیجیکالا. بعد از یه مدت خیلی اذیت شدیم، تونستیم ارسال فروشنده رو فعال کنیم که خب خیلی بهمون کمک کرد که قیمتمون رقابتی تر شه، راحت تر بتونیم ارسال کنیم و کلا این قضیه خیلی بازخورد خوبی داشت برامون. خب ما با دیجیکالا 4 ماه داریم فعالیت میکنیم و خب یکی از ایرادات به نظرم بزرگی که داره اینه که خب ما چندین نفریم اینجا و هر کدوممون کارهای مختلفی رو انجام میدیم. بهتره که دیجیکالا بیاد یک چیزی رو تعیین کنه که در قالب چند کاربر متفاوت بتونیم وارد پنل دیجیکالا بشیم. اینجوری هم کار ما راحت تره، همین که خب یک ایمیل فقط دسترسی به دیجیکالا نداره. یه ایراد بزرگی دیگه ای که از نظر من خیلی بهتره که برطرف بشه اینه که خب کار کردن ما توی وبسایت از طریق PC خیلی راحت تره تا موبایل. توی موبایل اجزا خیلی کوچیکن و خب خیلی از نظر من یوزر باعث میشه که گنگ و به اصطلاح ندونه هر چیزی کجاست و خب خیلی اذیت کننده است. میگم ما مثلا اولین بار خیلی مشکل خوردیم تا بتونیم با موبایل یه کاریو پیش ببریم. خب ارسال فروشنده رو که انجام میدادیم یک چیز خیلی بزرگی که من دیدم و خب به نظرم خیلی لازمه ایجاد وضعیت‌های مختلفه. الان دیجیکالا 4 تا یا نهایتاً 5 تا وضعیت بیشتر نداره. خب شما برای اینکه بخواید ارسال به طور درستش انجام بدید بهتره چندین وضعیت مختلف داشته باشید، خب که بدونید در چه وضعیتی در حال حاضر هستید، یعنی کالا تو چه روندی از ارسال تا بسته‌بندی تا رسیدن به دست مشتری رو داره طی میکنه. اینجوری خیلی برای کاربری که ما باشیم راحت تره که بدونیم الان چه وضعیتی هستیم و به چه وضعیتی قراره بریم. این خیلی برای ما مهمه. دیجیکالا به نظر من شرکت خیلی بزرگیه و خب پلتفرم خیلی بزرگیه. این موضوع که ارتباط زیادی با بقیه شرکت‌های ارسالی مثل خود شرکت پست پیشتاز یا حالا دیگر شرکت‌ها نداره، به نظر من خیلی چیز بدیه. ارتباطش نه که نداشته باشه، ارتباط خیلی کمیه. ما توی زمینه ارسال یک مشکل خیلی جدی که داریم اینه که باید کدهای پیگیری یا کدهای مرسوله رو به صورت دستی و تک به تک وارد کنیم و خب یا حالا به صورت اکسل وارد کنیم. اگر دیجیکالا بتونه ارتباطشو با پست برقرار کنه ما این مشکل رو دیگه نداریم یا راحت تر این مشکل برطرف میشه. از اونجایی که خب خیلی خوشحالیم که ارسال فروشندهمون باز شده و از طریق ما کالا به دست مشتری میرسه، ولی خب یک سری باگ هایی هم وجود داره. یعنی خب ارسال فروشنده از نظر من یکم تازه نفسه و باگ های زیادی تو پنل وجود داره. یکی از موضوعات جدی که ما بهش برخوردیم اختلال زمانیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب یک موقع‌هایی ما سفارش رو همون روز دریافت میکنیم و انتظار بر این میره که ارسال هم همون روز انجام بشه. البته من درباره ارسال فروشنده حرف نمیزنم، درباره ارسال پستی حرف میزنم که بازه زمانی خاصی نداره. منطقه‌ای که ما توش فعالیت میکنیم منطقه تقاطع حافظ و جمهوریه. همونطور که حالا میدونید اینجا بورس کالاهای دیجیتاله و خب یکی از عجیب ترین باگ هایی که از نظر من الان دیجیکالا داره توی ارسال به خود دیجیکالا و وجود انبارهای سیار دیجیکالا اینه که
ما اینجا انبار سیاری نداریم. خیلی عجیبه که کالایی به این محبوبی و موقعیتی به این محبوبی به اصطلاح انبار سیار نداره یا یک انبار مستقل نداره. در کنار این موضوع محدود بودن انبارهای سیار واقعا داره فروشنده ها رو اذیت میکنه. این که خب تعداد انبارهای سیاری که نزدیک ماست خیلی کمه و خب تایمی که تحویل میگیرن ازمون هم خیلی کمه و خب خیلی این موضوع اذیت کننده است و باعث میشه که ما کارو با سرعت خیلی بالاتر ولی با دقت پایینتر انجام بدیم.